پوریا و پریا خواهر و برادر بودند. آنها عاشق کاوش در باغ رنگارنگ خانهشان بودند. هر روز خورشید که بالا می آمد، ماجراجویی آنها زیر درختان و میان گلها شروع می شد. یک صبح زیر یک درخت بید پیر و خمیده چیزی دیدند که قبلا هرگز ندیده بودند. یک در کوچک گرد به رنگ سبز و پوشیده از خزه. پریا زمزمه کرد: این چیه؟ پوریا که هیجان زده شده بود با احتیاط دستگیره طلایی در را چرخاند. در باز شد و یک مسیر تاریک و پرپیچ و خم نمایان شد. پوریا نفس عمیقی کشید. این باید راه ورود به باغ قارچ‌های شگفت‌انگیز باشد. پریا با شجاعت گفت: پس برویم. و پریا چراغ قوه کوچکش را روشن کرد و آنها قدم در راهروی پر رمز و راز گذاشتند. راهرو کوتاه بود. ناگهان با صدای و بوی خاک نمدار آنها خود را در یک دنیای جدید یافتند. در اطرافشان قارچ‌ها در اندازه‌ها و رنگ‌هایی بودند که حتی در رویا هم ندیده بودند. قارچ‌های خط خطی، قارچ‌های نقطه نقطه‌ای و قارچ‌هایی که مانند جواهرات می‌درخشیدند. پریا به یک قارچ بزرگ خیره شد که وقتی باد می‌وزید صدای دینگ دانگ میداد و با شادی خندید. پوریا جلوتر رفت. یک قارچ آبی روشن درست مثل یک لامپ بالا و پایین می‌پرید. زیر آن یک کرم شبتاب کوچک با نوری به رنگ بنفش ضعیف می‌درخشید. پوریا آهسته گفت: ببین پریا، این دوست کوچیک ما گم شده است. پریا با مهربانی دستش را نزدیک برد و کرم شبتاب از روی زمین به انگشت او پرید، انگار که خوشحال است. وقت رفتن بود. آنها از همان مسیر بازگشتند. در کوچک بسته شد و باغ دوباره ساکت شد. آنها به هم نگاه کردند و لبخند زدند. حالا یک راز شیرین و شگفت‌انگیز داشتند.